یک کس آمد پیش هارون رشید، برش گفت که یا امیر المؤمنین. هارون رشید بسیار عالم بود، دانشمند بود، شخصیت عالی بود. او برش گفت که یا امیر المؤمنین. گفت بله صاحب. گفت ما میخوایم که تو را یک چند سخن تند بگویم، بسیار اما تو سخنهای تیز و تند برات بگویم. هارون رشید برش گفت که برادر عزیز شما عالم هستین؟ بله من عالم هستم، ما میخوایم برای تو بسیار اما تو تند نصیحت ها بکنم. گفت الله جل جلاله پیش کسی که او از مکه بسیار خراب بود، کسی را فرستاد که او از تو کده بسیار رتبه بلند داشت. فرستاد و برش امر کرد که وقولا له قولا لینا. او کسی که موسی و هارون علیهم السلام پیششان فرستاده شد، او که شخص فرعون بود. پس فرعون از مکه رتبهش بسیار پایان بود. او دعوای کفر میکرد من مسلمان هستم. او دعوای خدایی میکرد من دعوای بندگی میکنم. ما کی گفتیم من خدا هستم؟ و او کسی که دو کسی که پیش از او فرستاده شدن موسی علیه السلام و هارون علیهم السلام بود. بر از اونا چی گفت؟ و قولا و بگوین له بر از می فرعون ای موسی و هارون، شما بگوین برای فرعون چی؟ قولا سخنان لین. لین چی معنی؟ نرم سخن بگوین. فرعون جان، فرعون گل، الله یکی هست، فرعون جان تو خدا نیستی، فرعون جان اشتباه کردی، فرعون جان الله ذات یگانه هست. قول لین برش بگو. دیگه تو چطور جرأت میکنی برای من که مسلمان هستم باز قول لین نگویی، قول سخت بگویی؟ پس بر از این هارون رشید فهماند که تو داعی نیستی، تو قاضی هستی. تو نمیخوای که مرا به طرف دین دعوت بکنی، میخوای که مرا به محکمه بکشانی. آیا تو دعوتگر اسلام هستی؟ به این خاطر اگر شما قصه های دعوتگرهای اسلام از عصر نبوت گرفته تا امروز این قصه ها را شما یکی حداقل قصه های ازی براتان گفته شد و مطابق از این قصه ها شما داعی ها را ببینید، باز خودم مقایسه بکنین که چی گپ است.